سلام، خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوبمون. طی درخواستای خیلی زیادی که تو پیج اینستا یوتیوب داشتید بابت بررسی و تست دوجی 118 مخصوصا دوربین باتریش، امروز هم براتون این ویدیو رو آماده کردیم که تست و بررسی این گوشی رو داشته باشیم. تو مرحله اول میریم سراغ تست و بررسی دوربین این گوشی، ویدیو میگیریم، عکس میگیریم، دوربین دید در شادش رو امتحان میکنیم، لرزشگیر دستش رو امتحان میکنیم، ببینیم کیفیت دوربینش به چه شکله. دوربین اصلی این دستگاه ماژول 5 مگاپیکسلی داره، همونجوری که دارید جزئیات رو میبینید داخل این تصویر. تقریبا تصویر واضح خیلی خوبی داره و قدرت زوم بالایی هم داره این دستگاه، تا 10 برابر میتونید زوم کنید و به دلیل اینکه کیفیت صفحه نمایش IPS رنگا رو به صورت واقعی به شما نشون میده. این تصویری که شما دارید الان مشاهده میکنید تصویر دست بنده هستش و دوربین ماکرو این دستگاه که ریز جزئیات فوق العاده با کیفیت رو به شما نشون میده. معمولا دوربین ماکرو استفاده نمیشه، ولی خب برای استفاده عمومی بد نیست. شما اگه بخواید نوشته یا ریز ببینید میتونید ازش استفاده کنید. این تصویری که دارید شما مشاهده میکنید دوربین دید در شب یا نایت ویژن این دستگاهه. این عکس در تاریکی مطلق گرفته شده و تمام روشنایی که میبینید مربوط میشه به دوربین دید در شب این دستگاه. جزئیات فوق‌العاده خوبی داره تو تاریکی مطلق به شما نشون میده و از لحاظ این که شما جایی بخواید برید که کمپی میخواید بکنید، که شب میخواید مثلا وسیله‌ای بردارید یا جنگلی میرید یا کوهی میرید، جای گیر میکنید که دسترسی ندارید به نقاط دورتر، میتونید از این دوربین دید در شبش استفاده کنید و واقعا براتون کارایی خیلی زیادی میده. بخوام راجع به دوربین اولترا وایدش باهاتون صحبت کنم، نه کیفیت درستی به نظر من نداره و زیاد دوربین اولترا واید جالبی نیست، ولی خب کار رو راه میندازه. این کیفیت فیلم برداری که میبینید به صورت فول HD پلاس 60 فریم در ثانیه فیلم برداری شده. لرزشگیر دست دوربینم روشنه، EISش روشنه، کیفیت رنگ خوب و واقعی رو داره نشون میده. از نظر دوربینی نسبت به A16 سامسونگ، A17 سامسونگ، نوت 14 شیائومی نوت 14 پرو، موتورولا G35 خیلی تصویر بهتری رو ثبت میکنه. تو رنج قیمت 30 خورده میلیون به نظر من کیفیت قابل قبولی داره. تو ویدیوی قبلی بررسی تست دوربین و دید در شب و فیلم برداری این دستگاه رو دیدیم. حالا میخوام بریم سراغ پردازنده این دستگاه و پردازنده گرافیکی. CPU که تو این دستگاه استفاده شده مدیاتک G99، یعنی CPU که تو سامسونگ A16، سامسونگ A17، شیائومی نوت 14، شیائومی نوت 14 پرو و نوت 14 S استفاده شده. اطلاعات بعدی که راجع به این گوشی میخوام خدمتتون عرض کنم، این دستگاه دارای گواهی نظامی و IP69K ضد آب و ضد ضربه واقعی، یعنی عملا در برابر ضربه هیچ اتفاقی برای این دستگاه نمیفته. میتونید پرت کنید این ور اون ور، ازش به عنوان گوشکوب استفاده کنید، گوشی رو میتونید پرت کنید، هر کاری دلتون میخواد با این گوشی میتونید انجام بدید، یعنی عملا یه گوشکوبیه برای خودش. و بابت وزن زیاد این دستگاه هم بخوام بهتون بگم، چون باتری 10800 میلی آمپری داخلش استفاده شده، باتری در حالت صفحه 120 هرتز 4 روز باتری براتون نگه میداره، در حالت استندبای هم 65 روز براتون باتری نگه میداره. فوق العاده باتری قدرتمندی داره. شارژر این دستگاه هم شارژر 33 وات و کابل شارژ این دستگاه هم که 2 سر تایپ C میشه. 100% این دستگاه یه چیزی هول و هوش 1 ساعت و 22 دقیقه میشه. راجع به نمایشگر این دستگاه بخوام بهتون بگم، جفت این دستگاه ها دوجی 118 هستن. کیفیت صفحه نمایش جفتشون فول HD پلاسه. صفحه IPS LCD، نهایت روشنایی صفحه 600 نیتس. این صفحه نرخ تازه سازی تصویر 120 هرتز داره
90 هرتز داره و 60 هرتز. حالا میخوایم تفاوت این سه تا رو با هم ببینیم. این که منوی برنامه باز بشه به چه صورته. میبینید این خیلی داره تندتر نسبت به این عمل میکنه. این تفاوت صفحه نمایش 120 هرتز با 60 هرتز، یعنی عملا دستگاه بدون لگ کمتری براتون کار میکنه. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو ما رو دنبال کردید. امیدوارم مطالبی که راجع به این گوشی گفته باشم به دردتون خورده باشه. لطفاً سابسکرایب یادتون نره، لایک کنید ویدیو رو، پیج اینستا اونم دنبال کنید. در ضمن اگه مشاوره هم برای خرید نیاز داشتید، هر گوشی که خواستید تو بیو چنل یوتیوبمون آدرس پیجمون هست، اونجا دایرکت بدید، میتونم مشاوره بهتون بدم و کمکتون کنم. خیلی مخلصیم. ارادت.